تو دوران تحصیل یه دوستی داشتم اصلا اهل تقلب این حرفا نبود. پاک میگفت تقلب هم وقت میگیره هم سوسول بازی. قشنگ شب امتحان با قمه میرفتم خونه استاد. الان یه دکتر موفق تو نظامه. کوچیک آقایان شرمنده اخلاقتم چوب کاری میکنیم ما رو. آیه دکتر یه نگرانی بزرگ برای من و یه مشغله ذهنی برای بسیجی‌ها. مقام عظما حالش خوشه تو این هیرویری که نظام رو آبه. یه بار تو اون جلسه مشاوره راجع به وزن و قافیه صحبت میکنه، اونم همش غلط غلوط که هر بچه دبستانی هم شنید خندید. یه بار به اون مشنگه میگه از لاجوردی فیلم بساز. خلاصه ناراحت نشینا، ولی آب و روغن قاطی نکرده سر پیری. نه مال پیری نیست، مال فشار و بدبختیه. هر چی کرد کار نظام رو قلتک بندازه رو قلتک نیفتاد. فکر کنم قلتک افتاد روش. کیسه بوکسای بزرگو دیدی که از سقف آویزون میکنن بعد هی بهش مشت میزنن، مشت سنگین. آره خدا مرگم بده. چطور مگه؟ میخوام بگم عظما از این کیسه بوکسا نیست. آخش خیالم راحت شد. عظما از اون کیسه بوکس کوچیکا هست که اینجوری هی بهش میزنن و باش بازی میکنن. نمیشه بشموری که چند تا خورد تو پوزش. هنوز این یکی تموم نشده بعدی نشسته تو فکش. چه انتظاری داری که حرفای سر تعدار بزنه؟ بدبخت بیچاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که روند اول مسابقه بوکس تموم شده بود. بوکسوره که حسابی کتک خورده بود همینجوری گیج و منگ ولو شده بود، گوشه رینگ نشسته بود. مربی داشت بادش میزد که یهو زنگ روند دومم زدن. بوکسوره برگشت به مربیش گفت عزیزم برو ببین که کیه در میزنه. روشن شد یا زنگو بزنم برات؟ نه خیر آقای دکتر اجازه بدین خودم با یه سوال زنگو بزنم. چرا داداش حاجی روحانی رو گرفتن بعدم چرا زود ولش کردن؟ نکنه مقام عظما تصمیم به برکناری حاجی روحانی گرفت؟ عمران اگه این کارو بکنه مگه مغز نگو نه مغز خر نخورده آقای دکتر، ولی ممکنه همونطوری که یه بسیجی تو نامش نوشته زورش به خر نرسیده زده پای کرخه رو شکونده آقای دکتر. این همه سال داروی بیهوشی کشف شده، من نمیدونم چرا داروی باهوشی که واجب تره کشف نمیشه. معلوم نیست من دارم بحث استراتژیکی میکنم یا گل لغت میکنم اینجا. خوشت بیاد من هی مثال نشستن رو اره رو بزنم برای وضعیت مقام عظما؟ نه خیلی وضعیت دردناکیه، از این بگذر تو. آخه من به چه زبونی بگم؟ نه راه پس داره نه راه پیش. یه طرف میترسه گوش حاجی روحانی رو بگیره بندازه کنار، نه از خود روحانی، از فتنه میترسه که خود حاجی روحانی هم ازش میترسه. یه طرف نمیشه جلو چشش راست کسی تره براش خورد نکنه. خب یکی به نل یکی به میخ میزنه، میگیره ول میکنه. تازه دمدمای تنفیذ و دعوای کابینه هم هست که خودش یه نوک تیز دیگه به اون اره اضافه میکنه. دیدی من گفتم تو از این بحث اره عظما خوشت اومده؟ دکتر سال بعدی چند تا برجام دیگه مونده تا تحریما لغو بشه؟ راستش همین فرمون که بریم تا زنگی وسطش به در و دیوار نزنیم. 3-4 تا غلط کردن غلیظ تو عراق و سوریه و لبنان و حقوق بشر اینا که بگیم راه باز میشه واسه غلط کردن‌های بعدی. ظریف وای ببین چه کار کردی با مقام عظما. به زمین گرم بخوری با اون خنده بی مسمات. حیف که دکتر اینجا نشسته، وگرنه بهت حرفی میزدم که زمین رو گاز بگیری. یه کف گرگی میزدم به اون شکمت که رو زمین خط تورمز بندازه. بی خاصیت. آیه دکتر این ظریف گفت ملاقات با تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تو برنامه‌ام نیست. چیه داستان؟ پس واسه چی رفت تا اونجا؟ یارو قصاب محلی که بهش گوشت نسیه نمیفروخت میگفت گیاهخوار شدم. ناکس دهن منو واز نکن بهت بگم با روحانی دوتایی دم در کجا چند ساعت کشیک میدادین که وقتی اوباما داره دستش خوش میکنه یه سلام علیکی بکنین و یه دست کوچیکی براش تکون بدین. ناکس حالا میگه ملاقات با وزیر خارجه آمریکا تو برنامه نیست. دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف بو میده. یارو افو میمد برای همکلاسیاش میگه من بدون سس بلژیکی و مایونز فرانسوی امکان نداره مرغ سوخاری بخورم. فردا شدن سرش باندپیچیه. گفتن چی شده؟ نانش گفت دیروز تو صف شعله زرد نظری با قابلمه زدن تو کلش.
روشن شد یا بگم اون قابلمه رو بردارم بیارم واسه آیه دکتر این باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت که هر کی سپاه رو بکنه تو لیست پایگاهش تو منطقه به خطر میفته. این حالیشه چی میگه؟ جنگ سوم جهانی راه نندازه، نذاره رو دست اون یه جنگ بزرگی. البته همه میدونن که کشک میگه فقش بکنی پاگونا رو میکنه پا برنه در میره، ولی خب از همینجا معلومه که تو بیشعوری جانشین برحق فیروزآبادیه. میگه اگه بکنیدمون تو لیست به عنوان تروریست ممکنه چند تا عمل تروریستی علیهتون انجام بدیم. به یارو گفتن تو خیلی بددهنی، گفت کی هم چه حرفی زده؟ غلط کرده به گور باباش خندیده، مرتی که عوضی هیچی نفهمه فلان فلان شده. دکتر حالا نه یه کاری دستمون بده. تو دیگه چرا باور میکنی؟ آخه بسیجی ها میدونن که عمران از این شکرها نمیخوره. این همه خفت و خالی برجام و پذیرفتیم که همین طوری ها نشه. آیا دکتر گفتین خفت و خاری یاد وضعیت نظام تو فضای مجازی افتادم. خار و ذلیل و بدبخت شدیم. چه غلطی میکنه ارتش سایبری نظام؟ تقصیر این بدبختای مشنگ نیست، تقصیر اونه که روز اول اینا رو همینجوری ول کرد تو فضای مجازی. خب جایی که جاد نباشه غلط کردی بری اونجا. آدم عاقل تو آبم که بخواد بره اول نوک پاشو میزنه اون تو، ببینه داغ نباشه، یخ نباشه. اینجا جای ما نیست. حکایت یارو هست که اصلا به قیافش نمیومد ولی رفت تو کافتریای کلاس بالا. گارسونه که به همه میگفت چی میل دارین، سر میز این که رسید گفت کله پاچه اون ور خیابونه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن که یارو کچله یه مو هم تو کلش نبود. رفت سلمونی، همه زدن زیر خنده. اینم برگشت گفت چیه؟ اومدم آب بخورم. یک سوال در کمال خونسردی. چرا شما به جای این که تو این باطلاق و منجلابی که مقام عظما گیر کرده دستشو بگیری یه کمی جابجاش کنی، زمین و آسمون رو به هم میدوزی که بیشتر بزنی تو سر اون بدبخت؟ رو اره که نشوندیش، کیسه بوکس کوچیک که کردیش، بوکسر گیجش کردی، حالا هم با این مثال آخرت کارو تمام کردی. کس میشه بیرم همه بینندگان عزیز شاهد بودن که تو اره تو نشوندیش. تو بودی که از اول طرفدار نشوندن اون با رو اره بودی. من گفتم